آه خدای من، هوا خیلی گرمه مارکوس. چرا ما رو آوردی اینجا؟ چرا ما اومدیم تو این جهنم؟ کجا داریم میریم؟ آزدانش رابرت. چی؟ منظورت چیه که کم حرف بزنم؟ محض رضای خدا مارکوس، میشه جواب سوالمو بدی؟ یخ. بابا خب یه بارم به یه چیزی یخ نگو. مارکوس میشه بهم توضیح بدی چرا ما رو آوردی وسط این ناکج؟ هی چی شدی مارکوس؟ حالت خوبه؟ رابرت کمک. باشه اومدم. آی هی مارکوس آروم باش، فقط بهم بگو مشکل چیه؟ فشارم افتاد رابرت. خدای من. هی مارکوس، چرا داری تشنج میکنی؟ به من نگاه کن مارکوس، نفس عمیق بکش، آروم باش، آروم. رابرت کمک. چی میخوای مارکوس؟ فقط بهم بگو که چی میخوای؟ چی حالتو بهتر میکنه؟ بگو تا برات فراهمش کنم. فقط ازت خواهش میکنم که خوب شو. چی میخوای مارکوس؟ بستنی دومینو. باشه قبوله. از این جهنم که رفتیم بیرون برات 10 تا بستنی دومینو میخرم با شیر کمتر به 1% که دوست داری. خوبه؟ هی آروم بلند شو. آروم. هی مارکوس مراقب باش. کجا داری میری؟ آی دادا. مارکوس رابرت کمک. مراقب باش. ای وای. مارکوس آی دادا. الان میام میگیرمت. رابرت. راستی چه عجب تو این قسمت مؤدب بودی. دومینو گفته حرف زشت بزنه میامونزه. هی اون حرفو نزن، زشته. تو بدون فوش دادنم خیلی بانمکی مارکوس. جز لرو افتخار دارم. منظورم این بود. خیلی بیادبی رابرت.